دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست و بلاگری شناخته را برای 7 سال از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه امروز 26 دکبر صادر شده است. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر او در صحبت با رادیو آزادی حکم را سنگین خواند. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است. مرافعه نهایی پیر محمدزاده میرزانبی در دادگاه چگونه صورت گرفت و اطلاع در دست هست که خودش به این حکم چی واکنش کرد؟ سلام بینندگان. بله مومین، با مرافعه همسر و 4 کودک نابالغ عبدالستار پیر محمدزاده و خواهرش راه داده شدند. آنها حکم را سنگین و ناعادلانه میدانند، ولی هنوز تصمیم نگرفتند که از بالای آن به زینه بالایی دادگاه شکایت کنند یا نه. نزدیکانش گفتند که 4 کودک او از کمک و دستگیری پدر محروم شدند و زندگی سختی دارند. پیشتر پیر محمدزاده در دادگاه عیبنامه را بی اساس خوانده است و گفته است که به هیچ بند آن راضی نیست. خود او در یک مکتوبش به رادیو آزادی از پیش گفته بود که حکم او الکی پیش از بازداشت در دالان‌های حکومت صادر شده است. هفته پیش دادستانی از دادگاه خواسته بود که پیر محمدزاده را 7 سال از آزادی محروم کنند. سازمان‌های بین المللی بازداشت پیر محمدزاده را محکوم کرده بودند و از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که او را آزاد نمایند، ولی طور دیده شد حرفی سازمان‌ها و فعالان جامعه در مورد این ژورنالیست و دیگر ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده شنیده نشد. میرزانبی در یک نامه که دسترس رادیوی آزادی شده بود، پیر محمدزاده از شدیداً شکنجه شدنش شکایت کرده بود. این شکایت او را مقامات بررسی کردند یا نه؟ بله مومن، پیر محمدزاده گفته بود که او را در بازداشتگاه کارمندان پلیس شهر وحدت آنقدر زدند و کوفتند و به بر ماندند که میخواست بمیرد. بعد نشر همین نامه مقامات گفتند شکنجه شدن پیر محمدزاده را میسنجند. در یک پاسخ به بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، لطف‌الله زاده معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته است که شکنجه شدن پیر محمدزاده را تحقیق دارند. معلوم نیست که نتیجه این تحقیق به کجا رسیده است. بر اساس قانون اگر شکنجه تحقیق میشد، پس باید عیب‌های مجبوراً بار شده بر سر او را بیکار میکردند، ولی طور دیدیم چنین حالت پیش نآمد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم نمودند. از جمله الفت خانم محمدشاه و به 21 سال، محمد سلطان روزنامه‌نگار و پلکونیک امنیت به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال، خوشام غلام به 8 سال، زفقبک سید امیری به 7 سال و دلیر امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کند، ولی این طور نشد. تشکر. همکارمان میرزانبی خالقزاد درباره حکم عبدالستار پیر محمدزاده که به مدت 7 سال از آزادی محروم شد گزارش داد.